نورمان این گونه بود که سقفمان آسمان شود و نورمان چشمک ستارگان. الان خودم با گل برات خونه درست میکنم. گریه نکن بچه رعیت عزیزکم. میدونستی توی بهشت به جای این خشتای گلی خونتون از خشتای طلاست؟ مردم نمیخواین به این رعیت کمک کنین پول اجارش جور شه؟ چه بی عاطفه. هر کی این خشتای گلیو بخره ایشالله خدا تو بهشت خونه بده. ما خریدیم. چقدر قیمتشه؟ شعافه یا واقعیه؟ 1000 سکه. عجب زرنگ این آقای بهلول. این که قیمت خریدن یه خونه است. بن سلطان مامان، به بهلول 1000 سکه بده. بله به روی چشم. اینو از پولای خزانه است؟ نه، پول خودمه. احسن. حالا کار خیرتون درست شد. قباله خونم میخوای؟ بنویس برامون بیار. پاشو تا قیمت ها نرفته بالا برو یه مسکن مهر برای خودت بخر که از اجاره نشینی در بیای. کاری داشتین سلطان؟ بی زحمت یک خونه بهشتی هم به من بفروش. چرا؟ بهلول داره پنت هاوس بهشت و پیش فروش میکنه. دیروز که قباله خونه رو برامون فرستادی خواب دیدم توی باقی هستم 100 برابر این کاخ، پر از برجای جواهر نشان و جویهای آب و درختای میوه و گلای رنگارنگ. پرسیدم اینجا کجاست؟ گفتن این همون خونه که از بهلول خریدی. پسرم موجان این 1000 سکه رو بگیر یک خونه بهشتی هم به ما بفروش. سلطان تو لازم نیست چیزی بخری، تو به فکر رعیت باش. با دعای خیر مردم خدا برات بهترشو میسازه. پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس خواست به معروف و نیکی امر کند باید آن را به شیوه معروف و نیک انجام دهد.